ما نباید شخصیت پرست باشیم. حتی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما به هیچ کسی دیگه به عنوان پیروی مطلق، نه صحابه، نه تابعین، نه ائمه مذاهب اربعه، به هیچ کس این اعتقاد نداره که ما از اونها پیروی مطلق میکنیم. پیروی مطلق ما از قرآن و سنت میکنیم، اونم سنت صحیح. شخصیت ها مهم نیستن، قرآن و سنت مهم است، دین الله سبحانه و تعالی مهم است. وانگهی کتاب توحید کتاب فقه نیست که در مخالفت با مذهب حنفی باشه، در مخالفت با مذهب شافعی و مالکی باشه. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مذهبش حنبلی بود، پیرو امام احمد ابن حنبل بود، حنبلی متعصبی هم بود. یعنی نه اینکه بگید که کدام مذهب جدید برای خودش آورده، این تهمتی است که بهش میزنن که مذهب جدید آورده. مذهبش مذهب حنبلی است، تابع قرآن و سنت. و کتاب توحید یک کتاب در باب عقیده است، بیان عقیده و آن اعمالی که مخالف عقیده است. من بارها گفتم کتاب توحید رو مثلا در افغانستان ممنوع کردن. دین تنها کتاب توحید نیست برای ما. اگر کتاب توحید اصلا وجود نمی داشت و محمد ابن عبدالوهابی هم وجود نمی داشت، دین و توحید الله سبحانه و تعالی وجود داشت و وجود خواهد داشت تا روز قیامت. هیچ کس نمی تواند نور توحید رو خاموش بکند. یک زمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم این ندای توحید رو سر دادن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد از اون صحابه، بعد از اون تابعین، بعد از اون ائمه مذاهب، فقها، محدثین، تا امروز و تا روز قیامت این ادامه خواهد داشت. اگر شخصیت محمد ابن عبدالوهاب وجود نمی داشت و همه کتاب‌هایش رو در سراسر عالم جمع بکنیم، آتیش بزنیم، بندازیم دور، توحید که در قرآن و سنت هست برای ما وجود خواهد داشت و هیچ اشکالی در اون ایجاد نخواهد شد. آیا محمد ابن عبدالوهاب معصوم هست که ما باید به او تعصب داشته باشیم که الا و بالله آنچه که در کتاب؟ مثلا این یک واقعیت است که من اینجا باید بگم، دوستان عزیز شاید بعضیا ناراحت بشن. بعضیا چنان متعصب هستن به محمد ابن عبدالوهاب مانند اون حنفی که متعصب است به مذهب حنفی. فرق بین اون متعصب حنفی و این متعصب سلفی وجود ندارد. فکر میکند که کتاب توحید یا کتبی که ائمه دعوت در عربستان سعودی نوشتن اینا وحی است از آسمان. نه، اینطوری نیست. خود محمد ابن عبدالوهاب در کتاباش اشتباهات داره. در همین کتاب توحید من ان شاءالله در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت خواهم کرد، چون اخیراً سر و صدا زیاد شد در مورد کتاب توحید. در داخل همین کتاب توحید به احادیث ضعیف استناد شده و با برداشت سطحی که از کتاب توحید کردن بعضیا متاسفانه داخل فکر تکفیری شدن. این واقعیتایی هست که باید گفته بشه در جامعه. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه معصوم نبود، پیغمبر نبود، با وحی ارتباط نداشت. در کتاب توحید روایات ضعیف وجود داره. البته مضمون و محتوای همین روایات ها در روایات های صحیح دیگری تایید شده، اما در همین کتاب توحید ما احادیث ضعیف داریم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به او استناد کرده. پس معصوم نیست. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت و تبلیغ هیچ کسی معصوم نیست. همه علما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داوود، همه اینها، امام نسائی، همه اینها اشتباهات دارن، خطاها دارن، چون که انسان بودن، چون پیامبر نبودن، چون ملک نبودن، چون با وحی ارتباط نداشتن. بس ما شخصیت پرست نیستیم، ما خدا پرست هستیم. بله، محمد ابن عبدالوهاب اشتباهاتی داره، اشکالاتی داره کتاباش، علما بیان کردن، در شروع کتاباش بیان شده. مثلا همه علمایی که شرح کردن کتب محمد ابن عبدالوهاب رو و کتاب توحید رو، آمدن در زیر احادیث ضعیفی که ایشان استناد کرده اومدن گفتن این حدیث ضعیف است. کسی حق رو پنهان نکرده از علما. پس ما نباید محمد ابن عبدالوهاب پرست باشیم، نه امام ابو حنیفه پرست باشیم. ما باید خدا پرست باشیم. ما باید موحد باشیم. ما باید پیرو قرآن و سنت باشیم. هر آنچه که با قرآن و سنت موافق بود، برابر بود، او رو قبول میکنیم و هرچه مخالف اون بود، ولو این که از هر کسی باشه، به دیوار میزنیم. این واقعیت در مورد سوالی که برادر عزیزمان پرسیده بودن.